در یوتیوب ویدیوی ترانه نوی ستاره شناخته استرادای توجیک شبنم سورایو با نام رومانتیک نشر شده است. این ترانه را در روز اول در یک کانال یوتیوب نزدیک 6000 نفر تماشا کردند. متن ترانه رومانتیک از یعقوب عثمان و آهنگش از دوران رحمتزاده بود. بسته‌کار یا خود ارنجیروفکش را محمد جان رحمتوف انجام داده است. با اینکه متن ترانه خیلی مدرن است، شبنم آن را در هوای آهنگ مردمی و در سبک دوره جوانیش که اون وقت او بیشتر ترانه های خلقی را می سراید اجرا کرده است. شکل ساده ترانه رمانتیکی در اجرای شبنم سورایو در فرمات MP3 19 مارس در کانال رسمی خود این آوازخوان در یوتیوب نشر شد و تا امروز 840,000 تماشابین جمع آورده است. شبنم سورایو از آن آوازخوان‌های تاجیک است که در بین زادگان افغانستان و ایران نیز از محبوبیت زیاد برخوردار می باشد. اکثر ترانه های او خیلی زود و آسان در اینترنت مرز 1 میلیون تماشابین را طی می کنند و چند ترانه‌اش مرز 5 و حتی 10 میلیون تماشابین را هم پشت سر گذاشتند. آخرین ترانه پرطرفدار شبنم ترالا دالی بود که همراه با ستاره استراد ازبک یلدوز عثمانووا اجرا کرده است. این ترانه را در 2 سال تنها در کانال خود شبنم در یوتیوب بیش از 11 میلیون نفر تماشا کردند و این هم با وجود آنکه شبنم و یلدوز تنها شکل ساده این ترانه را در فرمت MP3 نشر کردند. شبنم سورایو 14 اکتبر سال 1981 در شهر کولوب به دنیا آمده است. مادر او سورایو قاسمووا و یک خواهر دیگرش فرزانه خورشید نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستانند. شبنم دختر دوم سورایو قاسمووا می باشد. شبنم سورایو سال 2004 پای به صحنه گذاشته و بعد شهرت جهانی پیدا کردن ترانه هنوز اول عشق است به یکی از پرطرفدارترین ستاره استرادای تاجیک تبدیل یافت. شبنم سورایو چند سال پی هم جایزه بیگ اپل برای بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان به دست آورده هر سال در اروپا و امریکا کنسرت ها می گذراند، اما در کنسرت های رسمی و در تلویزیون های دولتی تاجیکستان ترانه های شبنم سورایو تقریبا صدا نمی دهند. شبنم سورایو سال 2014 همراه خواهرش فرزانه خورشید و بیبی روزیگل و دخترش شریفه ما سفر حج عمره کرده بود و بعد زیارت مکه و مدینه چند سال در صحنه با حجاب هنرنمایی میکرد.